السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعت مسلمانی که این حال ما را تماشا دارین، ما در جبل رحمت هستیم، در جا مکانی که حضرت آدم علیه السلام با مادرمان بیبی حوا و خودگی هستن. این هم جا مکان است. در اینجا دعا انشاءالله که اجابت می شود. ببینید که چقدر حاجیان خوب محترم آمدگین. خداوند هر یک حاجیایی که آمدگین حج هاشون مقبول و سعی مشکور و ذنب مغفور بگردانه. حج هاشون الله سبحانه و تعالی قبول بفرمایه و بهترین اونه که سبحان الله همه گناهاشون عفو و مغفرت کنه. الله سبحانه و تعالی برای هر یک انسانانی که بیمار هستن الله سبحانه و تعالی شفای کامل و عاجل براشون عطا بفرمایه. اینجا موضوع مکان است که دعا انشاءالله که اجابت میشه. و دعا میکنیم که هر انسانی که بیماره الله شفاشون بده. هر انسانی که به شوهر است پروردگار شوهرای صالحشون نصیب بگردان. هر زنی که بیزن، هر مردی که بیزن است پروردگار زنهای صالحه را براشون نصیب بگردان. و هر انسانی که به فرزند است پروردگار فرزندهای صالح و صالحه و سالم و سالم براشون عطا بفرما پروردگارا. انشاءالله هر انسانی که طلب دعا از الله سبحانه و تعالی کنه الله انشاءالله که دعاش اجابت میکنه. و مخاطر الله فرموده است که ادعونی استجیب لکم، شما از من طلب کنه من اجابت میکنم. خیلی که این مادر نویسه هستم اومدین خیلی نکنین، دست به دعا بکنین، از الله سبحانه و تعالی طلب بکنین تا اینکه الله دعا را اجابت کنه و گناهان هر یک قدیم و شما را مغفرت کنه. صد از اینجا فقط یگانه چیست که دعا باز هم دعا. الله سبحانه و تعالی هر یک قدیم و شما را موفق بگردانه. انسانانی که در ترمه هستن پروردگار را براشون حل مشکلی را تا اینکه ببرین از اوجا با آزادی. و هر انسانی که مشکلی داره پروردگار را مشکلی هاشون حل بفرما. پروردگار هر انسانی که قرض داره موفق شو میگرده کسب کارشون تا اینکه قرضهای خود را بکنن. هر انسانی که آرزوی خانه خود داره پروردگار الله موفقش بگردون تا اینکه به دیدار خانه خود بیاین. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا ارحم الراحمين. صل اللهم على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.